میخوام بهتون بگم که من نامادری دنیا هستم و میخوام بهتون نشون بدم، بهتون ثابت کنم. درست کن ما تو قشنگ مرتب. سلام. سلام. خب بچه‌ها امروز یک کلیپ متفاوت داریم از تمام سوالایی که شما تو این چند وقت از ما داشتین و پرسیدین. میخوایم به همه‌شون جواب بدیم. اینکه ما کی هستیم؟ اهل کجاییم؟ و سوالی که دربارمون داشتیم. یکی از مهمترین چی بزنم دنیای کار خصوصی داره، بفرمایید. چی؟ خب از اینجا شروع میکنیم. ما مادر دختریم و من 31 سالمه، دنیا 9 سالشه. یه سوال پرتکراری که داشتیم ببینیم. خیلی ازم پرسیدین تو نامادری دنیایی؟ بله درسته. میخوام بهتون بگم که من نامادری دنیا هستم و میخوام بهتون نشون بدم، بهتون ثابت کنم. چرا واقعا؟ این چه سوالیه؟ این چه فکری که به ذهنتون خطور کرد؟ اینها بخونید. این شناسنامه دنیا، معلومه؟ دنیا کلای نژاد. آقا بچه‌مه. دارم ترسیدی؟ خودش یه لحظه بگن که واقعا من نامادریشم. آره. Oh my god! Wow! اینم از این با سند و مدرک. بله ایشون فرزند من. از اتاق فرمان اشاره میکنن که سوال دیگه نداریم. نه سوال بعدی بیاد. کجا زندگی میکنیم و اهل کجاییم؟ بچه ما جنوب زندگی میکنیم ولی اصالتا ما تهران بزرگ شدیم و اینا، ولی شمال، پدرم نه شمالی، یعنی اصالتا شمالیم ولی فعلا جنوب زندگی میکنیم بخاطر اینکه شوهرم جنوبیه و کارمون اینجاست. سوال بعدی. چی شد که این کارو شروع کردی؟ خیلی اتفاقی یه بار یه کلیپ گذاشتیم توی اینستاگرام. خب همه قبلا یه پیجی دارن دیگه، همینجوری از این پیج. آره اولین کلیپمون فکر کنم اون کلیپ البته قبلش میگم هر کسی یه پیجی داره، ولی مثلا خیلی واقعی دیگه تصمیمش گرفتیم. یه کلیپ سیب زمینی سرخ کرده بود که تصمیم گرفتیم که با یه چیز عجیب غریب بخوریمش که مزای احمقانه شروع شد. آره بعد خیلی استرس داشتیم که می‌خوایم اینجوری جلو دوربین رو حرف بزنیم و اینا و با هم دیگه شروع کردیم و اینا. بعد دیگه یخمون کم نمی‌دونستیم چی بگیم چیکار کنیم. بعد دیدم ای داره همینجوری فالوور میاد، داره همینجوری وارد اکسپلور شدیم و اینا دیگه. کلیپ‌های جالب و جدید و اینا همینجوری خیلی اتفاقی و رفتیم بالا. احساساتی شد. چه روزای سختی بوده بچه‌ها. ولی خدای سخت بود بچه‌ها. یعنی شب تا صبح مثلا ما نمیخوابیدیم، ما که حالا من بیشتر دنیا نه، و مثلا شب تا صبح من دنبال ایده بودم، فکر بودم، کلیپ میساختم یا مثلا وسیله سفارش میدادم. کلی شاید بهتون بگم که مثلا تو این چند وقت من شبی نبوده که زودتر از 4 صبح مثلا بخوابم یا خیلی وقت گیره. فکر نکنید که خیلی راحته، ولی خب دیگه شما دوست داشتین این اتفاق رو حمایت کردین اومد بالا. سوال بعدی. چند سالته و چند ساله که ازدواج کردی؟ گفتم که 31 سالمه و من خیلی زود ازدواج کردم در سن 18-19 سالگی و دخترم دنیا و امین. بفرمایید. ایشونم که بیا بالا نگاه کن بگو سلام. خیلی خجالتی ام و میدونه دوست ندارم. آره. بعد سوال بعدی. چرا عکس شوهرتو نمیذاری و توی کلیپات نمیاریش؟ خب شوهرم دوست نداره که زیاد تو دنیای مجازی و اینا باشه، ولی خب عکسش همیشه گذاشتم. بازم میذارم. میگه بابام کتاب خون. راست میگه. بازم اینجا میذارم که ببینیدش تا خیالتون راحت بشه. بقیه سوالا میره توی پارت دومه. من که هستم. هر سوالی داریم توی کامنت ها بپرسین که یه ویدیو جذاب دیگه واسهتون درست کنیم. مطمئنم که دوست دارین این ویدیو رو واسه همه دوستاتون بفرستین، شیر کنین، سیو کنین، لایک کنین. همین دیگه. بزن بریم تا کلیپ بعدی. خدا